Audio Jungle. شرف مدیا تقدیم میکند. با کانال شرف مدیا ابونه شوید و از نوارهای نو با خبر شوید. این اینجا چی کار میکنه؟ این کار کردی که ما رو با هم آشتی بدی؟ آشتی؟ نه من ادا این بچه بازی نیست. بعد از اون همه اتفاقی که افتاد ازت خواهش میکنم دیگه این کار رو با من نکن. تو که گفتی میخوای زیورالاتتو بفروشی ادا، چرا به من دروغ گفتی؟ من به کسی دروغ نگفتم. اگه اینطوره دامادتون اینجا چی کار داشت؟ تازه خودشم نمیدونست برای چی اومده. تولگا لطفاً اونجوری که فکر میکنی نیست. تو چه میفهمی که من چه فکری میکنم ادا؟ تا به امروز احساستو نپرسیدم، سعی کردم درکت کنم و سوال پیچت نکنم. گفتم هر کاری که میکنی لابد دلیلی داره، اما دیگه نمیتونم ادا. انگار توی گردابی. نمیفهمم چی کار میخوای بکنی. اصلا هیچی نمیفهمم. به هم بگو ببینم، همیشه به کسایی که دوست دارن دروغ میگی؟ نه تولگا وای داداش خوش اومدی. نگران نباش داداش، نذاشتیم کسی به ماشین نزدیک بشه. میدونی که این روزا دزدی یخت زیاد شده. داداش با یه همچی ماشینی همین؟ یعنی میخوای اصرار کنی که مزه چاقوی منو بچشی ها؟ برکن آقا غلط داره. برو پیکارت پسر. این دیوونه است بابا. آره بابا بریم. Seversin sevmez, gel dersin gelmez. Bu acı bitmez, çaresizim çaresiz. Dün gelir arkasından koşarsın. چیکار داری میکنی؟ چراغا رو نمیبینی؟ مرتی که روانی dönüp bakmaz, çaresizim çaresiz. Bir gün gelir aşk biter, insafsızca terk eder. Bütün bunların ardından sadece gözyaşı kalır. Beklerim gelmez, haykırırım duymaz, ağlarım bilmez
çaresizim, çaresiz. Ne yapsam bilmem ki, arkasından gitsem mi? Sonunda ayrılık var, çaresizim, çaresiz. Bir gün gelir aşk biter, insafsızca terk eder. Bütün bunların ardından sadece gözyaşı kalır. شرف مدیا تقدیم میکند. Seversin sevmez, gel dersin gelmez. Bu acı bitmez, çaresizim, çaresiz. Bir zamanlar ne mutluyduk, gelecekten umutluyduk. Gittin her taraf sessiz, çaresizim, çaresiz. Bir gün gelir aşk biter, insafsızca terk eder. Bütün bunların ardından sadece gözyaşı kalır. ازت متنفرم. ازت متنفرم. از همتون متنفرم. ببین ملدا، همش تو صندوق لک شده. باید از اول ببافم، ولی دیگه فرصتی نیست. نامزدی، بعدش هم عروسی، وقت نداریم. مامان نیاز به عجله نیست. یعنی چی که عجله ای نیست؟ ملدا تو یه چیزیت شده؟ آره دخترم، انگشترتم که دستت نیست، فکر نکن نفهمیدم. اتفاقی بدی نیفتاده مامان جون، تو خیالت راحت باشه. ادا چرا دیر کردی؟ نگرانت بودم. ادا نباید اونجا تنهات میذاشتم. معذرت میخوام، خیلی دلواپست بودم. کمی قدم زدم. خوبم. ادا الان دوست ندارم باهات حرف بزنم تولگا. ادا بابا تولگا من اتاق خونه. برو خونه. چیزه عمو جمیل، من ادا برو خونه. من به تو چی گفته بودم؟ وقتی بهت گفتم نمیتونی با این پسر ازدواج کنی چطوری باز میبینیش؟ من تولگا رو سر کوچه دیدم بابا. مجبور بودی تا خونه با اون بیای؟ مگه من پدرت نیستم؟ یعنی حرفم ارزش نداره؟ جمیل تو آروم باش. چطوری عصبانی نشم؟ من بهتون گفتم نه. بعد جلوی چشم من. بابا این زندگی منه. من که دیگه بچه نیستم. تا وقتی تو این خونه هستی زندگی و از این چیزا نداری. فهمیدی؟ دختر بیا اینجا، بیا صورتتو بشور. بیا عزیزم، بیا بیا دخترم، بیا این طرف.
ادا دخترم خوبی؟ درو باز کن ادا، درو باز کن ادا. اگه یکم به حرف من گوش میکردین اتفاقا نمیافتاد. مامان جون وقت گیر آوردی یا ادا چه تقصیری داره؟ جلوی در با تولگاه حرف زده، فقط همین. اینطوری داد نکش سر من. خیلی چیزا هست که تو ازش خبر نداری. ها، از چی بیخبرم؟ الان میشنوه. خیلی خوب، من میرم پیش پدرتون. جمیل خوبی؟ من چطور این کارو کردم؟ کاش دستم میشکست. ادا خوبی؟ جواب بده دیگه. گریه میکنه. ملدا، مامان چی میگفت؟ تو متوجه شدی؟ ول کن بابا، بی خیال. بگو دیگه ملدا، چرا کسی چیزی به من نمیگه؟ ادا بچه سخت کرده. چی کار کرده؟ شنیدی که کی؟ چرا من خبر ندارم؟ خب فرصت نشده بود بگیم. کلی مشکلات داریم بابا. چطور طوری حرف میزنی انگار یه موضوع پیش پا افتاده است؟ این یه جنایته. بچه 1 ماهه بوده. باورم نمیشه. چطور یه همچین اجازه‌ای بهش دادی؟ چی کار باید میکردم؟ اگه بابا میفهمید میدونی چی میشد؟ پدر نامرد این بچه کیه؟ همون تولگای بیشرفه؟ بگو دیگه ملدا. نکنه یکی دیگه است؟ نه، یکی به اسم قارونه. از هم جدا شدن و الان افسرده شده. ها، یعنی تازه با هم آشنا شدن. آخه چطور همچین کاری کرده؟ اونم با یکی که تازه میشناسدش، تازه باهاش آشنا شده. ببین مامان هنوز نمیدونه. فکر میکنه بچه تولگاست. یه وقت نگه آبجی بی خودی ناراحت میشه. چقدر ادا رو اشتباه شناختم. خواهر ما چرا باید اینطوری شه؟ چرا همچین کاری کرده؟ ببین اونم ناراحته. متوجه اشتباهش شده. اشتباه تا این حد؟ بعد از یه آشنایی کوتاه آدم حامله شه و بعدم سخت کنه. این پس فطرتی نیست. پس چیه؟
مامان مامان چی شد مامان؟ خوبی؟ مامان خوبم. پاشو نفهمیدم چی شد. ولش کن، بیا من جمعش میکنم، بیا بشین. خوبم پسرم، خوبم، چیزی نیست. مامان پاشو بریم بیمارستان، پاشو. ها چیزی نیست پسرم، خوبم. مامان بیا بریم بیمارستان، بیا. نیازی نیست پسرم، الان خوب میشم. خب پس امروز نمیرم سر کار، باشه؟ کنارت میمونم. خوبم پسرم، نگران نباش. مامان تو خوب نیستی، بس دیگه، فریبم نده. یعنی چرا داری لجبازی میکنی؟ تو کسی نبودی که به این راحتی یا تسلیم شی. پسرم هر کاری از دستمون برمی اومد کردیم، دیگه چاره ای نیست. ببین مامان، متین با داداشش حرف میزنه، خب رئیسش دوست یکی از بهترین جراحای ترکیه است، برامون وقت میگیره. تولگا پسرم. مامان من تو رو از دست نمیدم، محاله ولت کنم، نمیتونم، میفهمی؟ عزیزم. آقا آرون دنبال چیزی میگردین؟ آره باند برای پانسمان میخوام، پیداش نمیکنم. صبر کنید الان براتون میارم. بذارید کمکتون کنم. دستتون چی شده؟ چیز مهمی نیست، بیخیال، خودم حلش میکنم. متشکرم. صبح بخیر مادر. صبح بخیر پسرم. چرا داری دیر میری سر کار عزیزم؟ امروز یه مقدار دیر میرم مادر، اول میخوام با تو ببینم. باشه. هارون دستت چی شده؟ یه زخم کوچیک مادر جون، مهم نیست. میبینمت مادر، باید برم. چی کار کردیم با پسرم هان؟ شماها دستشو باریدین؟ آره؟ نه سعادت خانم، به خدا ما کاری نکردیم. ساکت شو، به من دروغ نگو. از پسرم چی میخواین؟ زود باشین راستشو به هم بگین، وگرنه هر دوتون رو اخراج میکنم. گفتم به هم بگین، وگرنه بد میبینین. چی کار داریم با پسرم؟ من از شماها نمیترسم، فهمیدین؟ فوراً به هم جواب بدین، زود باشین. سعادت خانم لطفاً آروم باشین، ما کاری نکردیم. من منتظر جوابم. اگه برای شب چیزی لازم داشتین زنگ باشه، تو برو به سلامت. به سلامت بابا جون. مرسی دخترم. خب براتون شکلات بیارم؟ نه. پس ببوسمت. چتونه؟ وقتی که ادا رو میزدی اینا دیدنت. زود باشینم بخور. من میرم. کجا؟
میخوام برم کلوب مامان. امروز نرو. مگه بابا دیروز عصبانی نشد؟ آره ولی زمان نمایشمون نزدیکه. نمیتونم تمرینات آخر رو خراب کنم. مسئولیت دارم. چقدر مسئولیتات برات مهمه. تمرین تموم شد زود برگرد. هر کاری میکنی بکن، تلفنت هم جواب بده. از اینا میخوام مامانی. ماما از اینا بهم. از اینا میخوام. فردا این چه رفتاری بود که کردی؟ چرا سر صبحی باهاش بد رفتاری میکنی؟ هر کاری که لازم بود کردم مامان. اگه تو اینقدر دوستش نکنی آخر عاقبتش اینطوری نمیشه. از اول گفته باشم. من در جریان. هارون کجایی؟ دارم میام شرکت. چیزی شده؟ پلیس اومده شرکت، میخوان تو رو ببینن. موضوع چیه؟ نمیدونم، ما هم میخوایم بفهمیم چی شده. بهشون بگو یکم دیگه اونجا. آقای هارون معمولا پیشه این ساعت شرکت هستن، نگران نباشین، حتما میام. تولگا پسر، یه خبر خوش برات دارم. بگو. اون کار حله. رئیس داشتم از جراح وقت گرفته. پسر میدونی که لطفی در حقم کردی. داداش منی. ببین اینطوری حرف بزنی کلامو میره تو. اما مادر تو مادر منه. آها زمان نمایشم که نزدیک، هر وقت یادم میفته هیجان زده میشم. چرا؟ همون کاریو میکنیم که تا امروز تمرین کردی. پسر تمرین کجا، اجرا کجا؟ تو چقدر خونسردی؟ از دست تو به خدا. بله تولگا. چطوریه دا؟ دیشب خیلی بد شد. ببخشید بابات که چیزی نگفت نه؟ نه چیزی نشد. وقتی باباتو اونقدر عصبانی دیدم. تولگا لازم نیست نگران باشی. دیشب به خیلی چیزا فکر کردم ولی الان حالم خوبه. فهمیدم. حالا خوبه که مشکلی نیست. میبینم یه دقیقه صبر کن. دیشب کی به تو گفته بود که من اونجا؟ ببین اینا اصلا مهم نیست، بیخیال شو. نه این برام خیلی مهمه. باید باهات حرف بزنم. ظهر برنامه چیه؟ میرم خونه. باید مراقب مامانم باشم. باشه پس منم میام. باشه میبینمت. بله جناب کمیسر، ما هم خیلی ناراحت شدیم ولی چه میشه کرد؟ سلام، خوش اومدید. سلام. سلام. کاراگاه بخش جنایی کمیسر سوات سزن هستم. جنایی؟ بله. جسد تکنسین دستگاه فشارسنج رو پیدا کردن. به آقایون هرچی که لازم بود گفتم ولی اصرار داشتن که شما رو ببینن. اگه اجازه بدین میخوام با آقای هارون تنها صحبت کنم. البته. بفرمایید، گوشم با شماست. ما مدارکی داریم که نشون میده زدن و در رفتن. فکر میکنم دونستن این مطالب براتون جالب باشه. نمیفهمم. این چه ربطی به من داره؟ شما فکر میکنین که همون تکنسین باعث انفجار شده؟ این فقط یه حدس بوده. چون بعد از انفجار به کارش ادامه نداد شک کرد. ولی نتونستیم پیداش کنیم. کمک دیگه ای هم از دستم برمیاد؟ فعلا نه آقای هارون. ممنون که وقت گذاشتیم. خواهش میکنم. به سلامت. روز بخیر. ما اینجا منتظر چی هستیم؟ میشه بگی لطفاً؟ ما؟ خب من اینجا رو خیلی دوست دارم.
چرا؟ مگه تو گاوی؟ چی رو دوست داری؟ چمنو؟ اینجا پر مورچه است. وای همه تنمو خوردن. نگاه کن. بشین بابا، چرا فاز میگیری؟ مورچه که ضرر نداره، اتفاقا واسه کار کردن شکمت هم خوبه. حیوانای خوبی هن، البته نمیشه بهشون بگی حیوان، چون اگه اونا حیوان باشن خب پس خرس چیه؟ وای تو داری چی میگی؟ من اصلا نمیفهمم. دارم زمانو میگذرونم دیگه. کرم تو حالت خوبه؟ اگه اینا کار کنن خوب میشن. ولی چرا خیس دارم میشم؟ خیلی خوشگله. تو عقل از دست دادی نه؟ مگه نمیبینی خیس شدم؟ این خب کجاش بده؟ خیلی هم رومانتیکه. بچرخ. یه آدم احمق همینقدر بیشتر از رومانتیک بودن نمیفهمه. تو میدونی این کفشه چقدر قیمتشه؟ لعنت اینجا رو نگاه کن، ببین چیکار کردی؟ تو چقدر سوسولی سلما سان میکرد. تو چی گفتی؟ چه خوشگل شده دختر من. خب دیگه اینم بستم، الان دیگه آماده ای. ولی مامان بزرگ اینطوری که نمیشه، من تنهایی اونجا چی کار کنم؟ چرا دخترم؟ خب توی مزرعه اسب سواری میکنی دیگه، نکنه دوست نداری نه؟ نه دوست دارم، ولی همیشه با مامانم میرفتیم، تنهایی حوصله‌ام سر میره. مامان بزرگ تو هم بیا، بابا بزرگم بیاد، مگه چی میشه؟ قربونت برم عزیزم. تو دیگه دختر بزرگی شدی، تازه تنها نیستی، مربیت هست، دوستات هستن. نکنه که نمیخوای بزرگ بشی؟ میخوام. پس یعنی مشکلی نیست سره؟ باشه بابا بزرگ. آفرین عزیز دلم، آفرین. سلام. دایی ببین من تنهایی میرم سوار کاری، آخه دیگه بزرگ شدم. آفرین به تو، چقدر لباست بهت میاد. خب دیگه سینم جون بیا بریم، دیرمون میشه. پدر جان میتونم یه چیزی ازت بپرسم؟ البته پسرم. وقتی گفتی از تکنیسیان حساب پس گرفتم، منظور چی بود؟ یعنی که هر کاری لازم بود انجام دادم. در ضمن این سوال از کجایی یهو به فکر رسیده؟ اون مرده بابا. چی؟ مرده؟ چی میگی هارون؟ چطور ممکنه؟ امروز پلیس اومده بود شرکت، جسدشو نزدیک خونش پیدا کردن. یه ماشین با سرعت زده و در رفت. پس فطرتا، یعنی قدم به قدم تعقیبش کردن تا کارشون تموم شده و از بین بردنش. کیا تعقیبش کردن بابا؟ اگه چیزی میدونی به هم بگو، لطفا چیزی رو ازم مخفی نکن. خانواده‌های بزرگ مثل ما دشمنای زیادی هم دارن پسر. بار اولی نیست که این چیزا رو میبینن و معلومه که بار آخرم نخواهد بود. به زودی تو هم میفهم. منظورتون اینی که ادامه داره؟ معلوم نیست، ولی باید برای همه چی آماده باشیم. پس هرچی زودتر باید یه کاری بکنیم، نمیتونیم بشینیم و منتظر بمونیم. نگران نباش پسرم، این گرگ پیر هنوز نمرده. تو برگرد سر کارت و این کارا رو بسپار به من، حلشون میکنم. وقتی مامانم تو رو کنارم ببینه حتما خیلی خوشحال میشه. لطفاً بحثو عوض نکن تولگا. دیشب کی به تو گفت که من رفته بودم ساحل؟ این مهم نیست، فراموشش کن. میگم برام خیلی مهمه، لطفاً به هم بگو کی بوده. اون مقصر نیست ادا، من مقصرم. باشه؟ نباید باور میکردم که اونجا با قارون قرار داری. قارون؟ آره، فکر میکردم با اون قرار داری. چطور همچین فکری کردی؟ به قدری مطمئن بود که... کی مطمئن بود؟ خب دیگه فراموشش کن، بیا بریم، مامانم منتظره. بیا دیگه. تولگا تویی پسرم؟ من نه مامان، ما عروسم اومده. امروز چقدر ملاقاتی داشتم. خاله مسعوده راحت باشین تو رو خدا. مگه دیگه کی اومده مامان؟ بیا دخترم. گفتم دلم هیچی نمیخواد ولی سوال اصرار کرد.
اگه میخوای بیا اینجا بشین. نه آخه یادم رفت آب بیارم. من الان میام. کمکتون کنم؟ زحمتت میشه دختر. سوال بگو ببینم سعی داری چی کار کنی ها؟ نخواستم مامانتو تنها بذارم، اگه جرمه. سوال منو نپیچون. تو میفهمی دیشب منو تو چه شرایط سختی قرار دادی؟ ولی من احمق باورت کردم. تولگا من سعی دارم کمکت کنم. میخوام که واقعیتو ببینی. چیزی نیست که ببینم سوال. شکاکی خودتو به من منتقل نکن باشه؟ به خاطر تو خودمو ضایع کردم. یعنی چی؟ با قارون قرار نداشت؟ بس دیگه بحث قارون جمعش کن. دیگه نمیخوام اسم این یارو رو بشنوم. با این کارات داری دوستیمونو به خطر میندازی. گفته باشم. چرا با هم بحثتون شد؟ چیزی نیست. خاله مسعوده من یه کاری دارم باید برم. تولگا اینام که اومدن دیگه تنها نیستین. باشه دخترم، به خاطر من از کارتم افتادی. اگه بخوای باز عصری میتونی سر بزنی، ولی مثل دیروز از دم در بر نگردی. باشه خاله مسعوده سر میزنم. تاریخ تحویل اون کشتی رو 2 ماه عقب انداختیم. اگه نیاز باشه باید شبانه روز کار کنیم. اون کشتی باید به موقع تحویل داده بشه. متوجه شدین؟ اعتراضم نمیخوام. هارون صدا تا بیرون میاد. حالت خوبه؟ خوب نیستم بیتا. اصلا خوب نیستم. از پس این بر میایم. به زودی همه چی درست میشه. خیالت راحت باشه. کاش منم اندازه تو میتونستم مطمئن باشم. ولی اوضاع از اونی که دیده میشه پیچیده تره. این ماجرا میتونه خیلی بدتر بشه. من اون موقعم کنارتم. دستت چی شده؟ چیز مهمی نیست. ببخش عزیزم، به تلفن جواب بدم. بله باشه بس کنم. فیاض کجایی؟ اینجا هم سعادت، تو اتاق کارم. اینجایی عزیزم. راستی میخواستم بهت بگم که آقا جمیل اینا رو میخوام برای شام دعوت کنم خونه. نظرت چیه؟ فکر خیلی خوبیه. خیلی وقتی که ازشون بیخبریم. کار خوبی میکنی. پس میرم زنگ بزنم. باشه عزیزم. کمرم درد میکنه. فردا تو تمومش کن. مامان من مثل شما نمیتونم نازک درست کنم. یاد میگیری دخترم، انجام بده. خیر باشه. الو. روز بخیر ترکان خانم، حالتون خوبه؟ من سعادتم. سلام سعادت خانم، خوب هستی؟ خوبم متشکرم. میخواستم بگم که اگه امشب وقت دارین تشریف برین منزل ما برای شام. خیلی خوشحال میشم. ای بابا اصلا نمیشه. آخرین بار ما خونه شما زحمت دادیم، این بار نوبت شماست.
اگه میشه شما تشریف بیارین افطار کنار هم باشین. این حرفا چیه؟ نمیخوام شما به درد سر بیافتین. خوشحال میشم که ببینمتون. چه درد سری؟ تازه دارم برک خوشمزه درست میکنم از همونا که شما خیلی دوست دارین. منتظرتونین، بیاین. باشه، حالا که اصرار میکنین مزاحمتون میشی. به امید دیدار. دعوتشون کردم ولی تو خونه جز برکا هیچی نداری. چی کار باید بکنیم؟ من نمیدونم چی کار کنم. برم بازار. فردا تو چرخ کرده رو در بیار یخش باز شه. بعدش هم کدو و سیب زمینی ها رو پوست بکن مرتب بذار سر جاش. باشه مامان جون، هول نکن. درست میکنیم همه چی و هول نشو. یه سفره خوشگل میچینیم. باشه من زود برم و برگردم. متین به این پرونده رسیدگی. چشم. ببخشید داداش، میخواستم یه چیزی ازت بپرسم. خیر باشه تولگا. داداش جنسایی که گفته بودی امشب میرسن؟ آره؟ اگه اتفاق خاصی رخ نداره وقتی رسید منم خبر کن داداش، بعدن حساب میکنی. تو هم میخوای قاطی گروه بشی؟ آره داداش، برای فردا یه بدهی ضروری دارم. باش نگران نباش. تولگا چه کاریه؟ چیزی نیست. پسر اگه چیزی هست بگو. نه. شما که نمیخرین آخه چرا انقدر پروف میکنی؟ حالا یکی بیاد و جمعشون کنه. عجیبه ها. منو ترسوندی. کی اومدی؟ همین الان. چی شده؟ چرا اومدی اینجا؟ حتما باید دلیلی داشته باشه که بیام پیش بهترین دوستم. نه البته که نه. ببخشید این روزا خیلی خستم. پس دیشب تو به تولگا سر زدی؟ آره رفتم یه سری بهش زدم. رفتی بهش بگی که من با قارون قرار دارم؟ آره؟ من به خاطر خودت این کارو کردم. من اینو میدونم که تو چقدر قارونو دوست داری. به خاطر من؟ آره؟ مسخره بازی در نیار سوار. تو به این که پشت سرم نقشه بچین یا از گوشیم یواشکی مسیج بدی میگی خوبی؟ باشه ممکنه کار اشتباهی کرده باشم ولی باید نتیجه رو دید. لااقل وقتی که با قارون بودی متوجه شدی که چه احساسی بهش داری. من با اون نبودم، فقط چند دقیقه دیدمش، همین. در ضمن من احساسمو نسبت بهش خیلی خوب میدونم. برای اینکه اینو بفهمم نیازی نیست که ببینمش. تو اصلا میفهمی با این کارا داری منو تو چه مخمسه ای میندازی سوال؟ خودت چی؟ میدونی اطرافیان تو چه شرایط سختی قرار دادی؟ اونا به خاطر حماقتای تو رنج میکشن ادا. من کسی رو مجبور نکردم با من ازدواج کنه، میفهمی؟ تو هم مجبور نیستی که دوستم باشی. همتون رو از دردسرای ادا خلاص میکنم، به مقصودتون میرسی. فقط لفظ میاد گیتار بلدم. اگه بلدی خب یادم بده دیگه. پسر تو عقلتو از دست دادی؟ روی زمین کسی هست که بتونه توی 2 سال گیتار زدن رو یاد بگیره؟ تازه تو بی استعدادی، من چی کار کنم؟ چی میگی زر میزنی؟ حالا هرچی، وقت نداریم. میدونی که باید چی کار کنیم. ببین یه وقت نبینده تو. باشه نگران نباش. ببین آشتیمون با برجو فقط به این قضیه بستگی داره. باشه تو حل شده بدون. همین خونه است. بودو زود باش زود باش. یواش یواش. اینجا خود جنسه عالیه. وقتی گفتم 3 شروع کن خب. ما چی رو داشتیم میزدیم؟ همون که تو خونه تمرین کردی. خوبه باشه. 1 2 1 2 3 4. Güllerin içinden canım Koşarak koşarak gel bana gel
güzel gözlerini can Süzerek süzerek gel bana gel Bu küskün yüzün gayrı gülsün کنسل هی بابا فکر کنم امروز همه دارن دوست دخترشون رو سورپرایز میکنم قسمت رو میبینی با هم داریم یه آهنگو میزنیم یه ثانیه صبر کن میتونیم این لحظه قشنگ و قشنگترش کنیم باشه چه سوی نتیجه داد خب چطوره تو بزن لابد میخواد عکس بگیره اون چیه برجو؟ یعنی وقتی میگه جاودانه کنیم این دیگه چیه؟ حالا من خیس میکنی؟ یعنی چی؟ برجو نمیشه آتیش درونم و اینطوری خاموش کنی ما که قهر من اون کم نمیشه آشتی کردیم مگه حالا اگه دوست داری میتونی بزنی تو بزن آفرین اگه یه روز اینوم تو اگه بخوای من انجامش میدم تو خسته شدی خودم انجام میدم آبجی چرا با هم اینطوری رفتار میکنی؟ راجع به اتفاقای دیشب منم متاسفم ولی متاسف؟ فکر نمی کنم تو تأسف حالیت بشه اون همه وقت به ما دروغ گفتی ولی اشکال نداره چهره واقعیت هم دیدی آبجی لطفاً چرا با من اینطوری رفتار میکنه؟ مجبور شدم بهش بگم تو بچه سخت کردی باور کن فکرشو نمی کردم اینطور برخورد کنه وگرنه نمی گفتم معذرت میخوام نیازی به معذرت خواهی نیست آبجی تو مقصر نیستی همش تقصیر منه دارم تاوان کارامو پس میدم منم خب از دست عصبانیم ولی نباید تاوانش به این سنگینی باشه دیگه ناراحت نباشه دا همش میگذره یه روز همه رو فراموش میکنی تو هم عاقل‌تر و بالغ‌تر میشی عزیزم این خطاهامونه که ما رو بزرگ میکنه مگه نه؟ خیلی دوست دارم آبجی هیچی رو با آگاهی و از رو قصد نکردم باور کن میدونم عزیزم اینا اینجا چی کار میکنن؟ چرا ببین دختر خوشگلم چرا برمیگردونی بابا درست بگیر دیگه اشیر چرا هنوز آماده نشدین؟ ما نمیاییم مامان ما خودمون الان کلی مشکلات داریم تازه الان وقت این کارا نیست چه مشکلاتی دخترم؟ یعنی چی که الان وقتش نیست؟ بالاخره که باید باهاشون رفت آمد کنیم خب زود باشین آماده شین ما منتظرتون میمونیم لطفا منتظر نباشین من میخوام با همسر و دخترم بریم بیرون غذا بخوریم یعنی سینم هم با ما نمیاد؟ آره ولی دخترم سعادت جان بذار هر طور راحتن تصمیم بگیرن امان از دست شما از چنین محیطایی خوشم نمیاد کسی هم ناراحت نمیشه دیر میشه بریم آره بریم راست میگه بریم دخترا یکی بهم کمک کنه من باز با این مشکل دارم چی شده بابا؟ من از این چیزا خوشم نمیاد خیلی راحته اول اینا اینطوری میپیچونیمش بعد توضیح نده نمیتونم دیگه بابات مثل تو باهوش نیست که دختر من به کی رفته نمیدونم با یه بار همه چی رو یاد میگیره از دست تو بابا داری منو بعد این همه سال لوس میکنی تو هر وقت خواستی بگو من میام برات میبندم باشه تو نباشی دلمو به کی خوش کنم بابا اینطوری نگو چرا مگه دروغه تنها تویی که باعث لبخندمی
بابا ملدا هنوز به خانوادش نگفتی که انگشتر رو پس داده. کار خوبی کرده، حرفی هم نیستی بهشون بگه. بیا عزیزم. کرم من باری پشت دارم. بودو خوش اومدین، بفرمایید. ممنونم عزیزم. خوش اومدید. خوش باشه دخترم. خوش آمدید. سلام. سلام علیکم. چطوری آقا جمیل؟ شما را دیدیم بهتر شدیم. خیلی خوش اومدین، خیلی خوش اومدین. بفرمایید آقا فیاض. سلام علیکم. سعادت خانم، فردا دختر بزرگم. آو عزیزم، خوشبختم. خوش اومدی آقا فیاض. فردا سلام. خوش اومدی نوا. خوش اومدی. سلام. اگه بخواین بفرمایید سر نیست تا اذان کم مونده. حالا یه 2 دقیقه این برون چه فرقی داره؟ حالا دیگه صدای اذان رو این روزا کم میشنوید. آره البته جوونا اون روزا رو ندیدن. حالا هوای خاصی داشت اون روزا. مگه نه آقا جمیل؟ کون رمزونای قدیم نسل امروزی میخندن و رد میشن. بفرمایید آقا فیاض، بفرمایید از این طرف. بفرمایید سعادت خانم، شما هم اینجا بشینید. شما بفرمایید. کرم پسرم، بودو برو آبجیتو صدا کن بیاد، الان اذان میشه. زود باش. باشه. زود باش آبجی، مامان داره صدات میکنه. به تو مگه بابا رو نمیشناسی؟ خب بعد جور عصبانی میشه ولی زودم میبخشه. منو فردا رو میبخشه. یعنی تو رو نمیخواد ببخشه؟ اصلا فکرشو بکن. اون روزی 50 بار از دست من عصبانی میشه و بعدش هم منو میبخشه. یعنی بخشیدن این دختر خانم خوشگل مؤدب اینقدر کار سختیه که خودتو اینقدر ناراحت کردی. تازه مثل گرگ گرسنمه. یا بشین کنارم که مواظب باشی یکی از اونا رو نخورم. ببین میتونی زندگی یکی دیگر رو نجات بدی؟ بدجور کره کردم ادا. باشه را بیفت با هم بریم. ای جون. چقدر تدارک دیدین ترکان خانم. نیازی به این همه تشریفات نبود. خواهش میکنم، بفرمایید. خوش اومدین. ممنونم دخترم. چطوری ادا؟ از دیدنت خوشحالم. متشکرم. شما چطوری؟ خدا رو شکر ممنونم. سلام، خوش اومدی. مرسی عزیزم. سوپو بکشم تو ظرفا دیگه، الانه که اذان بشه. بفرمایید. یالا بذارش اینجا. بودو تو هم بیار بذارش اینجا. بودو این. یالا زودتر. زود باشین دیگه، چی کار میکنین؟ بذارش همینجا. بودو این. بیا بگیرش اینو. زود باشین، زودتر تمومش کنین. بذارش همینجا. خسته شدیم و بودو حالا فعلا یه چایی بزنیم. چی؟ بشین خب دیگه آقایون خسته نباشید. همینجا وایسین دستمازتونم بدم. دستتون در نکنه. بفرما این دستماز شما. دست درد نکنه. بچه ها ممنون، خیلی زحمت کشیدید. بفرما. مرسی داداش. خیلی خوب کار کردی. بفرما. اینم دستماز شما. ممنون. اینم خدمت شما. بفرما. آقا ترکا خیلی زحمت کشیدید. ممنونم. این که خیلی زیاده داداش. یه ماشین دیگه بار داریم. پول اونم پیش بده. مرسی داداش. برو به سلامت. خدا نگهدار. خداحافظ. ممنون. خداحافظ. مراقب خودت باش. کم مونده بود ماشین بیفته رو سرم. اگه جگ نذاشته بودم افتاده بود رو سرم. یادم رفته بود ایمنی رو چک کنم. چه حوادثی به سرمون میاد تو این چند ساله. اگه بدونی. میگم تو این باخشه شما یه چیزی هست که با آدم آرامش میده.
ممنونم. آدم دلش شاد میشه، مگه نه سعادت؟ بله واقعا همینطوره، ولی سر همچین سفره مجللی کی شاد نمیشه عزیزم؟ جونتون باشه. پس حالا که اینطوره، برای شادی بیشتر همه بیاین تاریخ نامزدی رو تعیین کنیم. برای بعد از عید فطر به نظرتون خوبه؟ اگه برای دخترم مناسب باشه برای ما. مگه من از هارون میپرسم آقا جمیل؟ قبلا دستمون را سپردیم، نتیجهش هم دیدیم. بذارین این دفعه طوری که ما میخوایم بشه ها؟ بله مناسبه. بله برای ما مناسبه. آهان حالا شد. من برم شیرینی رو آماده مرسی کنم. عزیزم. تو نگران نباش دخترم، لباس نامزدی تا اون موقع آماده میشه. من یه خیاط خوب دارم. ترکان خانم اگه قول بده حتما به موقع تحویل شما میده. زحمت نکشین خانم. چه زحمتی عزیزم. تازه این هنر اداست. برای خواهرش لباس خیلی خوشگلی طراحی کرده. با هارون یه سورپرایز برای ملدا آماده کردن. تو هم حتما خوشت میاد. مطمئنم ادا تو این زمینه خیلی با استعداده. مامان یه سر به بچه ها بزن، آبجیت کار داره. اونا وقتی خوابشون میاد اینطوری خودشونو لوس میکنن. از این هم میل دستتون کنید. در خیلی خوشمزه. خیلی زحمت کشید. خواهش میکنم. خیلی خوشمزه بود ازتون. مرسی. خوبن آبجی، من بهشون سر زدم، خوابشون برده. خیلی معصومن مگه نه؟ آره. تو چطوری اون بچه معصومه تو شکمتو کشتی؟ چی گفتی آبجی؟ نمیفهمم. چیو نمیفهمی؟ چطوری اونو سختش کردی؟ من برای اینکه زینب به دنیا بیاد همه اذیت و اون جهنم اون مرتیکه رو تحمل کردم. به خاطر بچه کتک خوردم ولی هیچی نگفتم. از پدر و مادرم دور موندم، حرف نزدم. تو چی کار کردی؟ چی کار کردی ادا؟ تو رو خدا این حرفا رو نزن آبجی. من هیچی نمیگم ولی با این گناهت باید تا آخر عمر زندگی کنی. در بخشندگی مثل خورشید، در خطاپوشی مثل شب، در تواضع مثل خاک، در خشم مثل مرده باش. هر چی که باشی باش. فقط یا اونی به نظر بیا که هستی یا اونی باش که به نظر میاد. آفرین. شنیدن اینا از شما خیلی با ارزشه. اگه یکی خوب حرف میزنه این از درک و فهم شنونده نشأت میگیره. اینم از فرمایشات حضرت مولاناست. خیلی ظریف و دقیق گفتم. ملدا تو انگشتر تو دستت نمی کنی دخترم؟ چیزه بازم کنار ظرفشویی جا گذاشته. فکر کنم من برم ببینم. جوانای امروزی خیلی حواس پرت شدن سعادت خانم. ترکان خانم ما هم همینطوری بودیم. با اجازتون من الان میام.
ملدا یه دقیقه میای عزیزم؟ بله. معذرت میخوام ملدا، خیلی تحت فشارت گذاشتم. آره. چطوری میتونیم بدون اینکه کسی رو اذیت کنیم از پسش بر بیایم؟ شایدم اشتباه میکنیم که تا این حد به فکر دیگران هستیم. داری به سمت مسیری هدایت میشی که نمیخوای. نمیخوام. یادت میاد اون روز که ازم خواستگاری کردی؟ نمیتونستی ازم چشم برداری. اونقدر قشنگ نگاه میکردی که، اما الان دیگه اون آدم سابق نیستی. من اون آدم رو بیشتر از هر کسی دوست داشتم هارون. من جایی نرفتم. رفتی. حتی چشاتم دیگه اون برقو نداره. حلقه، نامزدی، عروسی، فکر میکنی اینا برام مهمه؟ من فقط میخوام بازم همونطوری بهم نگاه کنی. این انگشته رو فقط به خاطر خانواده همون دستم میکنم. ربطی به بیمهری تو نداره. میدونی که داریم یه دروغو بازی میکنیم، ولی چیزی که من میخوام واقعیه. من هنوزم تو رو... البته که میدونم ملدا، شایدم تنها چیزی که بهش نیاز دارم کمی زمان باشه. ای کاش میدونستم هنوز دوستم داری یا نه. ببخشید مزاحمتون شدم. ادا، ملدا، یکیتون بیاین کمک کنید. من یه سر برم بالا. بله آبجی. daha gelecek Mücahit. Dostum, unut bunu. Sen beni dinle. Onun gibi kızların derdi DBT'dir. Daha büyük teklifler. Onu bilemezsin Mücahit. کجا بودی؟ با دوستان بودم مامان. گفتم شاید خوابی زنگ نزدم. خیلی عرق کردی. رفته بودین زمین فوتبال؟ آره باید منو میدیدی. تیم مقابل رو به گریه انداختم. الان گشنت شده. بذار یه چیزی برات بیارم. مامان نمیخورم مرسی. همینطوری کنارم باش. یادته وقتی بچه بودم از کوچه که می اومدم همین شکلی خسته رو پات می‌خریدم؟ مگه میشه یادم نباشه؟ اوف بوی عرق میدم نه؟ نه
تو برای من هنوز مثل روزای اول بوی بچگیاتو میدی. راستی روز تولدمو برام تعریف کن. چطور روزی بود؟ چطوری بیمارستان رفتی؟ همه رو بگو. سرد بود. بهار هنوز از راه نرسیده بود. هیزمم توی خونه تموم شده بود. خیلی سرد بود. کلی لباس پوشیده بودم. فکر میکردم 10 روز تا زایمانم مونده، ولی یهو دردم شروع شد. موفق شدم یه تاکسی بگیرم و خودمو به بیمارستان برسونم. تنها بودی؟ بابام کنارت نبود؟ بابات؟ اون روز نبود. برای یه کاری رفته بود آنکارا. چطور تونست تو رو تو اون اوضاع تنها بذاری؟ یعنی یه روزه رفته بود برای کار. من تنهات نمیذارم مامان، هیچ وقت. تو هم منو تنها نذار مامان. نمیذاری مگه نه؟ تنهات نمیذارم. از لجبازی هم دست بر میداری. دستم هم رها نمی کنی. بهم قول بده. رهات نمی کنم پسرم. مگه میشه من از تو بگذرم؟ کسی به اندازه تو دوستم نداره. هیچ کس. من بدون تو نمیتونم. تو رو خوب میکنم مامان، هر کاری میکنم، ولی اجازه نده که از دستت بدم. زندگی مقابل بعضی از خطاها خیلی بیرحمانه عمل میکنه. این خطاها حتی از طرف اونایی که دوستشون دارنم بخشیده نمیشن. این همه سال تمام کسایی که بهشون اعتماد دارم و سر روشونشون میذارم دارن باها مقابله میکنن و من با سکوت و شرمندگی و بغض نگاهشون میکنم. شاید حق دارن، شاید اشتباهام قابل جبران نیستن، ولی اینم درست نیست که من فقط به فکر خودم باشم. این عشق ممنوع است و تقدیر منه، ولی عشقم در مقابل گناهایی که به گردنم میذارن به قدری پاکه که مثل یه قوی زیبا به تقدیر گردن خم میکنه. زخمی، ساکت و مغرور. سکوت شده همه دنیا. انگار یه قدم پیش برم تو جهنم میافتم و اگه یه قدم به عقب برگردم میمیرم. انگار قلبم تو آتیش داره میسوزه. تو یه راه بی پایان افتادم. درونم داره با این عشق ممنون میسوزه. برای خودمون اشک میریزم فرزندم، هم برای تو هم برای اون. و هم برای خودم. منم چیز دیگه جز حرف همکارانم نمیتونم بهتون بگم. نتایج معمولیه. ولی چی؟ شاید بشه یه عمل دیگر رو امتحان کرد. شنیدی مامان جون؟ یه شانس دیگه داریم. من که بهت گفته بودم. فقط باید بگم که شانس خیلی کمیه. باید آمادگی اینو داشته باشه. امتحانش میکنیم آقای دکتر. البته اینجور عملا هزینه های بالایی هم. آقای دکتر گفتم که میخوایم امتحانش کنیم. چقدر پول باید جور کنم؟ بله؟ چیزی حدود 30,000 تا یا بیشتر. باشه. این عمل باید انجام بگیره. به زودی این پولو جورش میکنیم. خیلی متشکرم. خواهش میکنم. حسابدارمون میتونه جزئیات بیشتری رو بهتون اطلاع بده. ممنون. مامان جون بریم. به امید دیدار. ممنون. روزتون بخیر. روز بخیر. مامان تو بشین اینجا، من اینا رو بپرسم.
پسرم اون همه پول از کجا میاریم؟ ما که نمیتونیم. مامان جون تو به اینا فکر نکن، من حلش میکنم باشه؟ خودتو بی خودی ناراحت نکن. شنیدی که دکتر چی گفت؟ یه معجزه لازم. پس ما باید این معجزه رو درست کنیم مامان. اینو قبول کن پسرم، دیگه باید بفهمی من میمیرم. فکرم پیشت بمونه. مامان به هم قول دادی تسلیم نمیشی، یادت رفت؟ پسرم تسلیم نمیشم، ولی چطوری پرداخت میکنیم؟ چطوری این همه پول جور میکنی؟ هنوز کرایه خونمونو ندادیم. پس این حسابدار لعنتیتون کجا؟ طبقه پایین سمت چپ. باشه مرسی. مامان تو بشین اینجا. چی شد؟ گفتم بشین اینجا. من بردم. خودم به خودم شرط بسته بودم. من میگفتم میشه ولی دلم میگفت نمیشه. خوش آمدی بطوف. چیه؟ با زخما تو همه؟ مگه جلوی شرکت رو ندیدی؟ انگار یه نفر این خبرنگارا رو اینجا جمع کرده. این مسئله کارگاه حسابی بزرگش کردن. تو این آوردی؟ چیو؟ این پاکتو. نه. لعنتی عوضی بس دیگه. چی شده؟ هارون چی شده؟ نورای خانم کجاست؟ قربان مریض هستن، به جای ایشون امروز ما اینجا هستیم. پاکت رو میزو کی آورده؟ نمیدونم. اطلاع نداریم آقا هارون، ما اصلا امروز پاکتی ندیدیم. یعنی چی که ندیدیم؟ یعنی جلوی چشم شما هر کسی میتونه وارد اتاق من بشه و هر چیزی رو بذاره و بره؟ آره؟ عذر میخوام. هارون چی شده؟ چیزی نیست مله، یکم اعصابم خورده. تو به کارت برس، نگران نباش. شما هم ببخشید. داداش این یارو هر کی هست چشش دنبال اداست. اینجا رو ببین، سایه به سایه تعقیبش کرده. آقا دان همین الان بیا اتاقم. هارون بسه، آروم باش دیگه. چطوری آروم باشم با توف؟ اینا از هر دری دارن وارد میشن ولی حتی یه نفرم سایه‌شونم ندیده. پس این نگهبانی چی کار میکنه؟ باشه باشه. جانم خاله مسعوده، حالت خوبه؟ چیزی شده؟ باشه همین الان میام. تا نیم ساعت دیگه میام پیشتون. $30,000 تامون کجا بود؟ اینو دیگه کجا بیاریم؟ اینا دیوونن به خدا. از کجا جور کنیم داداش؟ نمیدونم متین، ولی هر طور شده باید جورش کنم، وگرنه مگه من مثل داشت نیستم؟ اگه نتونم این پولو برات جور کنم پس دوستی و رفاقت به چه درد میخوره؟ اینجوری نگو داداش. مگه دروغه؟ خودمون که پول نداریم، دوست آشنای پول دارم که نداریم. حتی برای قرضم باشه کی این همه پولو قرض میده بهمون؟ کم نمیارم متین، یه طوری جورش میکنم. باید جورش کنم، لازم باشه به هر کسی رو میندازم. کافیه که زنده بمونه، کافیه که شاد باشه. کجا؟
بیا. میتونم بیام تو؟ بفرما تولگا. میخواستم در مورد یه چیزی صحبت کنم. بیا بشین. راست شف، من به پول نیاز دارم. چقدر میتونم وام بگیرم؟ کیه که نیاز نداشته باشه؟ شف، برای من خیلی ضروریه. برای مامانمه. حتما باید عمل شه. آره شنیده بودم. مثل اینکه مریض بوده. خدا سلامتی بده. ممنونم. ولی هر کی از این در میاد تو حتما یه دردی داره. و درمان همه دردا یکیه، فقط پول. حالا چقدر نیاز داری؟ 30,000 تا. 30,000 تا؟ شف گوش کن. اگه لازم شه تا آخر عمرم بدون حقوق کار میکنم. خواهش میکنم لااقل تا اندازه‌ای که میتونیم. واقعا ببخش تولگا، نمیتونیم بدیم. برای سرمایه گذاری کلی وام گرفتیم. خودت هم که در جریانی. ببخش دختر گلم، تو رم تا اینجا کشوندم. این چه حرفیه؟ هر وقت که شما بگین من سری میام. ادا، ازت میخوام تولگا رو قانع کنی. در چه موردی؟ به حرف من که گوش نمیده. شاید حرف تو رو قبول کنه. شما عمر زیادی برای زندگی دارین. تولگا باید به زندگیش ادامه بده. ولی اون به خاطر یه امید پوچ خودشو پریشون میکنه. تو رو خدا اینطوری حرف نزنی. من از خیلی وقت پیش قبول کردم، ولی تولگا نمیخواد بپذیره. برای جور کردن پول عمل خودشو داغون کرده. منم طاقت نمیارم. موضوع فقط پول نیست که. من دیگه زمان ندارم، امیدم ندارم. ناراحت نشو دختر. تولگا هم ناراحت نشه. من زندگی خوبی رو گذروندم. پسرم تو زندگی عمر دوباره به من داد. خاله مسعوده، یکم آب بخورین خاله مسعوده. حالتون خوبه خاله مسعوده؟ نفس نمیتونم نفس بکشم. الو، اورژانس. آدرس رو یادداشت کنی، عجله کنی. عکاس این عکس‌ها هر کی که هست کسیه که شما رو از نزدیک میشناسه. میتونه به نیت آخذی فرستاده باشه. فکرشو بکن. شاید هم براش مثل یه بانکی تا آخر عمرش. اگه اینطور بود که باید تا الان پیداش میشد. شاید هم این عکس‌ها کار خود اداست. تو چی داری میگی باتوف؟ یعنی ممکن نیست کسی رو اجیر کرده و برای انتقام از تو از این راه استفاده میکنه. الان اصلا وقت شوخی نیست. بیا آقا دون، چطور میشه که این پاکت بدون این که معلوم بشه از کی رسیده روی میز من باشه؟ باور کنید نمیدونم قربان. یعنی چی که نمیدونم؟ پس کار تو اینجا چیه؟ معذرت میخوام. به جای معذرت خواهی پیداش کن که اینو برای من فرستاده. اگه نیاز شد باید از همه بازجویی کنی. دوربینای مداربسته رو هم چک کن. هر کس که این بازی رو طراحی کرده برام پیداش کن و بیار. بله چشم. ادا، مامانم کجاست؟ مامانم چطور؟ آروم باش. زنده است داره؟ ادا نمرده که. تو اتاقه، نگران نباش. دکتر رو دارن معاینش میکنن، یکم دیگه میان بیرون. خب چی شد؟ چطوره؟ نمیدونم، یهو گفت نمیتونه نفس بکشه. تولگا، آقا لطفا شما بیرون باشین. مامانم داره میمیره، هیچ کاری نمیتونم بکنم. نکن این کارو، یکم قوی باش. تو هر کاریو که میتونی داری انجام میدی. تو نمیتونم مامانم رو نجات بدم، داره میمیره. هرچه زودتر باید عمل شه، وگرنه خیلی دیر میشه.
ولی آخه 30,000 تا رو چجوری میشه به این زودی گیر آورد؟ 30,000 تا؟ آقای دکتر مادرم چطوره؟ فعلا یکی از متخصصامون کنارشه. این موردیه که توی درمانهای سرطانی خیلی رایجه. فعلا تحت نظارته. شما آرامشت مرخصش میکنین آقای دکتر؟ من الان برمیگردم باشه؟ چی؟ باید یه جایی برم، زیاد طول نمیکشه. انشالله که حالش خوب میشه. فعلا من باید برم. خدا نگهدار. بله هارون. ادا کجایی؟ ادا بگو کجایی؟ دارم میام شرکت. باید درباره یه موضوع مهم با خواهرم حرف بزنم. خوبه. برای چی میپرسی؟ هیچی، فقط نگرانت بودم. برای همین زنگ زده بودی؟ مواظب خودت باش ادا. حوصلت که سر نرفت، الان تموم میشه. مهم نیست عزیزم. اهل خونه چطورن؟ نشد بپرسم. ادا چی کار میکنه؟ نپرس، اونم درگیر زندگی خودشه. گفته بودم که میخواد با دوست بچگیش ازدواج کنه. آره، قرار بود هر چه زودتر ازدواج کنه. الان بابا مخالفت میکنه. بابام اجازه نمیده قبل از اینکه درسشو تموم کنه ازدواج کنه. بله باشه، بگین بیاد. نگاه، حلال زاده تا حرفشو زدیم اومد. آره. سلام. سلام. خوش اومدی. ممنون عزیزم. خیر باشه خانوم از این طرفا. چیزی شده ادا؟ آبجی باید درباره یه مسئله مهم باهات حرف بزنم. یعنی اینقدر ضروریه که صبر نکردی بیام خونه؟ باشه بگو. باشه من میرم. وقتی کار تموم شد خبرم. باشه عزیزم. در ضمن بابات مخالف ازدواجته ها؟ موقتیه، برای اینکه دانشگاه دارم نمیشه. ادایی که من میشناسم هر کاری میکنه تا باباشو قانع کنه، نه؟ بله میکنم. مسئله مهم چیه ادا؟ نگران شدم. مادر تلگا بدجور مریض آبجی، الانم تو بیمارستانه. دکتر گفته که باید عمل بشه، شانسش خیلی کمه. خوبه که هرچه زودتر عمل کنن. هزینش خیلی زیاده آبجی، اینقدر پولو از کجا بیارن؟ اگه پول گیرشون نیاد زن بیچاره میمیره. خب الان چی میشه؟ کاش پس انداز داشتیم بهشون میدادیم. من فکر کردم شاید بهتره وام بگیریم ها؟ از بانکایی که شما باهاشون کار میکنین. تازه اگه تو ضامن بشی خیلی خوب میشه. آره ممکنه. بذار یه زنگی بزنم. باشه ملک خانم، ممنونم. چی گفت آبجی؟ یکم زمان میبره، اما اگه هارون صبر کنه میتونن فوراً حلش کنن. تازه اون وقت نیازی به ضامنم نیست. تولگا از هارون اینو قبول نمیکنه آبجی. موضوع مرگ و زندگی مادرشه ادا. آره ولی تو نمیدونی اون چقدر لجبازه. ما از همین راه خودمون بریم به نظرم بهتره. هارون اگه مساعدی میتونیم با ادا بیایم تو اتاقت؟ باشه. یه خواهشی میکنیم دیگه.
به تولگا میگی من جورش کردم. پاشو دیگه، منتظرمونه. آبجی اینطوری خیلی بد میشه. منم تو همچین وضعی دوست ندارم ازش خواهشی کنم، ولی موضوع مرگ و زندگی ادا قراره بهش مامان بگی. پس هر کاری از دستمون بر بیاد انجام میدی. پس خودت حرف بزن، من نمیام. بلند شو دیگه، این چیزی نیست که ازش خجالت بکشیم. پاشو بیا دیگه. بفرمایید. خوش اومدید. ممنونم. بفرمایید. هارون، نمیدونم قبلا بهت گفتم یا نه، ولی مادر تولگا بد جور مریضه. که اینطور؟ نمیدونستم. اونا خیلی دکتر رفتن. یه پروفسور معروف گفته که باید سریعا عمل بشه. برای عملم نیاز به پول داره، اونم تو کمترین زمان. در واقع من از خواهرم خواستم که برام یه وام با ضامن جور کنه. بله، کارام که میدونی چقدر طول میکشه. از سیستم کاری بانکام اطلاع داری. ملک خانم گفتن اگه تو سفارش کنی کارا ممکنه سریعتر صورت بگیره. ولی من میگم نیازی به این کارا نیست. این فکر خواهرمه، نه فکر من. ادا لطفاً نیاز نیست اینقدر معذب باشی. من فقط از هارون میخوام که کار وامو جلو بندازه، همین. نهایتا اونی که باید بدهی بانکو پرداخت کنه تولگاست. تازه مسئله مرگ و زندگیه. هر کاری لازم باشه انجام میدم بزن. لطفاً خیالتون راحت باشه. سلامتی از همه چیز مهمتره. تو این موضوع خجالت و شرمندگی و غرور جایی نداره. دیدی حالا ادا؟ لطفاً رئیس بانکو برام بگیریم. پسر عزیزم. مامانم خوبی؟ خدا رو شکر بهترم میشه. تولگا منو ببر خونه، نمیخوام اینجا بمیرم. نه مامان، تو نمیمیری. خیلی خوب. گریه نکن، تو رو خدا. پاشو منو ببر. باشه، میریم. باشه، فردا همه رو میخوام. فهمیدم. متشکرم. برامون که مشکلی پیش نمیاد. بله، من بهتون اعتماد دارم. چطور؟ ببینین خیلی وقتی که منتظریم. کار بانک حل شد. فردا میتونه بره. مشکل دیگه ای که نیست. ازت ممنونم. این خوبی تو هرگز فراموش نمی کنیم. چرا زودتر خبر ندادی؟ نمیدونستیم قرار عمل بشه. حل هارون. آبجی، از هر دوتون خیلی ممنونم. من باید زود برم و این مژده رو به تولگا بدم. باشه عزیزم. خیلی سلام برسون. باشه، ممنون. میبینمتون. بله با تو. باشه فورا میام. با تو قرار دارم. میبینمت. هارون متشکرم. کار مهمی نکرد. اگه مسیرتون یکیه میشه اداره تا بیمارستان برسونی؟ البته. ممنونم.
میتونید منو برسونید؟ بله بفرما. ادا الو. سلام هارون اصلان، برای انتخاب زندگیت آماده ای؟ چه خبره؟ تو کی هستی؟ زندگی اون دوتا زن رو نابود کردی، هم زندگی ملدا رو هم زندگی ادا رو، و حالا زندگی یکی از اینا تو خطره. چی میخوای؟ مثل آدم حرفتو بزن. فقط شانس اینو داری که زندگی یکی از اونا رو نجات بدی، فقط یکی. الان کنار کدوم میخوای باشی؟ بهم یه اسم بگو، ادا یا ملدا. اگه نتونی انتخاب کنی هر دوشونو میکشم. چی شد؟ یالا عجله کن، وگرنه زنی که دوستش داری میمیره. وقت تنگه اصلا، یکی رو انتخاب کن، اگر نباید با هر دوتاشون تا ابد خداحافظی کنی. بهت میفهمونم که از دست دادن چه رنجی داره هارون اصلا. توی زندگیت برای اولین بار میبازی. الان توی دستم یه کنترل و 2 تا بمب دارم، حتما یکی رو منفجر میکنم. فوراً انتخابتو بکن، کی بمیره کی زنده بمونه، زنی که عاشقشی یا زنی که قراره باهاش ازدواج کنی. فرصت تموم شد. 3 2 1. شرف مدیا تقدیم میکند.